و یک چیزی دیگر هست، میگویند که از گهواره تا گور علم آموز. آیا آن همین حدیث است یا یک مثل است؟ این حدیث نیست از گهواره تا قبر علم آموز، لیکن بعضی ها حدیث گفته به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت میدن، دروغ است. پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتن که اطلب العلم من المهدی الی اللحد، از گهواره تا گور علم آموزید نگفتند. و بعضی علما هم میگن که کودکی که در گهواره است و علم تعلیم گرفته نمیتواند، ولیکن دوامش معنای دوامش درست است، یعنی تا قبر علم آموز. بنابراین امام احمد رحمت الله علیه وقتی که مویه های و ریش هاشان سفید شده بود، همراهشان رنگدان و قلم و دفتر داشتند. انسان سوال کرد که امام گفت این با این رنگدان ها تا کی شما به این مرتبه و منزله بزرگ رسیدید؟ گفتن که مع المحبرت الی المقبرت، با این قلم و رنگدان ها تا قبرستان می رویم گفتن، یعنی تا آخرین لحظه های حیات علم می آموزیم گفتن. بنابراین یعنی فرق دوامش ندارد درست برای است. انسان هایی که مثلا سن و سالشان از 40 بالا شد و 50 رسید، آنها نیز میتوانند که طلبی علم کنند. چون بله، بسیار عالما هستند که در سن کلانسالیشان به علم شروع کردند، مانند ابن حزم ظاهری رحمت الله علیه، مانند سلطان علما عیز ابن عبدالسلام که اینها بعد اینکه یک سن و سال کلان سالتر شدن بعد طلب علم کرد، از کودکی طلب علم نداشتند. یعنی انسان وقتی که نیتی نیک داشته باشه موفق میشه، جد و اجتهاد کنه، کوشش و غیرت کنه.